سلام رفقا، به کانال میم هواشی خیلی خوش اومدید. طبق حمایت ها و نظرسنجی که من داشتم فهمیدم که خیلیاتون دوست دارید پارت 2 تحلیل هواشی رو ضبط کنم. چون که به یه سری مشکلات توی آپلود پارت قبلی خورده بودیم، پارت قبلی یکم دیر به دست شما رسید. برای همین یه سری نکته ها ازش جا مونده که امروز قراره بهش بپردازم، از فیس ریویل گرفته تا پایان هواشی. درسته پاتریک پیروز فیس واقعی خودشو نشون داد و مورد یه سری هیتا قرار گرفت و یه سری مشکلات براش پیش اومد که نتونسته هواشی رو ادامه بده و امروز میخوایم به اونا بپردازیم. زمانی که پاتریک فیس واقعی خودشو نشون داد، خیلی از فنای اختاپوس بهش گفتن که این فیس هوش مصنوعیه و واقعی نیست. من خودم شخصا یه سری تحقیقات کردم که بفهمم این فیس هوش مصنوعی یا نه. یکیش این بود که به خود هوش مصنوعی پیام دادم و ازش پرسیدم که این فیس یا واقعیه یا چیزی که هوش مصنوعی ساختتش، که عکسش هم الان میاریم براتون. هوش مصنوعی جواب داد که این فیس به احتمال زیاد واقعیه و برای همین ما نمیتونیم بگیم که این فیس هوش مصنوعی بوده. ولی اینکه فیس خودش بوده بحثش جداست، ولی فیس هوش مصنوعی نبوده. حالا میخوایم ببینیم چرا پاتریک هواشی رو ادامه نداد. زمانی که فیس خودشو نشون داد یه پست گذاشت و گفتش که مادر بزرگش حالش بد شده و مجبوره که فعالیت نکنه فعلا، برای همین هواشی هم ادامه پیدا نکرد و به همین صورت ادمینای اختاپوس هم وقتی دیدن پاتریک ریاکشنی نداره تصمیم گرفتن که هواشی رو یه جورایی به پایان برسونن طبق حرفایی که تو کانال اختاپوس زدن، و اختاپوس هم میلی به ادامه هواشی نداشت. چیزی که من از یک دونه از ادمینای اختاپوس شنیدم این بودش که برای این میخوان هواشی رو تموم کنن که پاتریک داره بیشتر سود میکنه تو این هواشی. چرا؟ چون که ویواش رفته بالاتر و ساباش هم رفته بالاتر. اختاپوس با 15k شروع کرد و الان هم 15k، ولی پاتریک ساباش رفته بالا. البته اینم بگیم که درسته که کانال اختاپوس 15k بوده و 15k هم هست هنوز، ولی کانال تلگرام اختاپوس به شدت مشترکاش رفته بالا. پس میتونیم بگیم که دو طرف از این هواشی سود کردن. راجع به بقیه چیزا تو ویدیو قبلی گفتیم و تقریبا اینجا به آخر ویدیو میرسیم.